نه دوستان عزیز من در اینجا پرودکت‌های عیاس نکردم خوشم به اینو ابراهیم جان چیکار کردی؟ من خیلی ارد اوای گرفته من ارد دیجا مانده بودم ارد خالی کرده اینجا بیا چی باید خالی کردی؟ ارد یک نگاه کنم خوزه کده دوای ریخته چید کده شده نه Испортилась, но ничего страшного. Мы берем все. چیکار کنم اینم من اکو زنم جمع کنم نمیشه کور کدگش کرده من اینجا کم ترک کارتشکوی همینو جو بجو کرسو بوده نه امی ارده نه او خالی کرده بودم محکم کرده بودم من میخی با دوز در جوش میمونم افته نه کوی اسمت تو مایده هکی ابراهیم جان کن من بین چوبا کدی خالی از ایستا از من اگر ویدیو یکشم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز خوش آمده به کانال اویلوی ما امروز در ما 26 اپریل است انا خواستم کمتر آش کنم امروز روزی توی ماه است 6 سالی بود می شود زندگی ما را خواستم کمتر آش کنم من خیلی ابراهیم جان از سر روش شدم خوب کردم همه جاش آرد قطی کرده جزیر کرد بعد بردمش خوب کردم در خوبی اول ریزه کرده تیار کردم در اینجا من خیلی گوشت مرغ گرفتم و زیرک ریزه کردم ولی نمک نکردیم اما رزینی گرفته بودم کمتر من خیلی پستکوش تازه کردم روحاشایو شوهرم رفته من بازار رفتین گوشت نیافتین خیلی گوشت مرغ آوردین راستی من یکم بار با گوشت مرغ آشنا کردم باشد با گوشت میکنم نباشه به گوشت میکنم به گوشت مرغ میکنم خیلی گفتم امروز گوشت مرغ آوردین خیلی گفتم بیا گوشت مرغ کتی امروز میکنیم دوستانی عزیز با ما باشید امروز آش میخوریم من دوستان عزیز اینجا همه جزیر بود ابراهیم جان ارد قدی کرده همه جای جزیر کرد در پیش چشمم گرفته همه ارد کرده ندیدیم خوشم ده همین وای پرودکت‌های جو بجو کردن از ابراهیم خوب است گنده چشمم دو بار سر روش جزیر کرد یک بار چی کردم شه سر روش شدم آوردم که اپشم منم سرمشو گفت سرش شدم اومدم که باز شیشته گفتم پیشه که گفتم که ابراهیم جان نمیکنی رو تا ارده نمیرسی نه نمیرسم محلی نمیرسم گفت لیکن در گودک باوری نبوده اومدم باز همون سر روش شیشته خیلی این دفعه خیلی کم ترک کرده بیا شپوندم گرفتم خوب کردم شه دوستانی عزیز در اینجا من آش را سر کردم به گشت سوده ما با من گوشتکای سرخ کردم پیازکای هم انداختم از کتی پیازکای این کمتر جوید شود گوشتا ابراهیم جان بعد گوشتکای در تریلکه میگیرم وقتی دم پرتوی در بالای برینی میمونم آش دم میپرتم از کمتر همین کتی پیازکو بیرون شود گوشتکو کمتر باید شود مزه همین پیاز کمتر گیرد همین روش